تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 11. روز اول ماه گموند یعنی نوروز برای بیجودماه و به مثل او صدها آدمان بیگناه و بیپناه دیگر با چنین تحقیر و تضییق آغاز گردید. بندیان را به قلعه در آورده در تالار وسیع طبقه یکم صف به صف قطار کردند. سپس برای بازپرسی و تعیین جزا یک یک به حضور محبت خان در آوردن گرفتند. بیجودماه هیچ تصور کردن نمی توانست که با چنین صورت و سومات زشت و محقر او را به نزد شاه می درآورند. او بار آخرین 2 روز قبل از اسیر شدنش یعنی تخمینا 7 ماه پیش سر و تن شسته بود و خلاص. نه فقط او بلکه تمام بندیان را تنها برای قضای حاجت بیرون می برآوردند و خلاص. دیگر حالشان از مال درون عاقل تفاوتی نداشت. پیراهن تن دختر از غایت چرک چنان کرخش بسته بود که از اندک به احتیاطی می درید. درسترش می شکست. موی سرش پوپنک زده، پیخهای یک زمان گلبوریش رنگ باخته، هنگام راه گشتن چریق چریق صدا می برآوردند. یگانه پوشاک درستری که بیجودماه با خود داشت گلیم رغزه برقد چرک بردار بود که در وقت ضرورت بدنش را از کتف تا بجلک پا می پوشاند. دختر به طفیل همین گلیم پشمین از سردی زمستان جان به سلامت برد. وقتی نوبت ورود به بیجودماه رسید، گلیم را به تنش درستر پیچاند و رویش را با رومال بدبویش پوشانده از قفای نوکر به حجره درآمد. در حجره 6 مرد خوش لباس بالای صوفه پست قالین پوش نشسته کباب می‌خوردند. بیجودماه روی نامبارک آنها را روز اول اسیر گشتنش در حولی آقسخال فراری وامر دیده بود. شاه به لوله بالشت جلدش زردوزی تکیه زده بود. همه مثل گرگان گرسنه به او چشم علا کردند. این ضعیفه کی بود؟ پرسید شاه. خواهر نوکر یوسف علی خان شاهم. شاه نیمخیز شده دقیقه تند بر رویش نظر کرد و امر داد: مال بدی نبوده است، به حرم برید. نوکر بیجودماه را از حجره بیرون آورد و توسط پاغنده زینه‌دار به طبقه دوم برآورد. دختر هیچ تصور کرده نمی توانست که در دنیا خانه 2 آشیانه هم وجود دارد. او از حشمت قلعه انگشت حیرت گزیده با وهم می اندیشید که چیسان در داخل همین بنای دهشتناک بساط دختریش تومه کدام یک شغال آدم صورت می گردد. دلش ته کشید، گریه گلوگیرش کرد. نوکر به چپ تاب خورده دری را کشاد و بیجودماه را با اشاره به درون هدایت نمود و در را از پسش پوشید. در داخل حجره وسیع روشن 2 زن گویا محض آمدن بیجودماه را منتظر باشند بدون پرسش از دستش گرفته به واسطه راهرو نیم تاریک تنگ به آشیانه اول فراوردند. بیجودماه رهاره به زرده و ملالیت می اندیشید که چرا شاه او را مال گفت. نخواد انسان مال باشد، نخواد او را بفروشند. برادر عزیزش در کجاست؟ دارابشاه چی؟ اگر به دختر ضعیف چنین ظلم روا بینند با آنها چی خواهند کرد؟ یا کشته باشند و وی درک ندارد؟ اندیشه های مغشوش دختر را به گریه واداشتند. زنان در زیبای کندکاری را باز نموده او را به درون تیره دادند. یکی اش فریاد کشید: قبول کنید، و در را پوشیده رفتند. خانه نیم تاریک بود. هر جا بر دیوارها مشعله های می سوختند که از سیاه چراغ خانه بیجودماه چندین بار بزرگتر و زیباتر بودند. خانه بوی خوش
و فرش آن قالین‌های زیبای نو داشت. نام چی؟ از پشت سر بیجادما آواز مردانه بلند شد. بیجادما: از کجایی؟ از وامر. چند ساله ای؟ 19 ساله. مرد رو برویش ایستاد و مدت از فرق سر تا پایش را با دقت از نظر گذراند. بیجادما سر بالا کرده او را دید و سخت متحیر شد. در رو برویش نه مرد بلکه زن پررپیکری با رویمال سفید و پیراهن نفیس سبز رنگ گلدار می ایستاد. با مرد خفت و خیز کرده ای؟ دختر سر به زیر افکند و پاسخ نداد. عجیب آوازش مردانه، لباس و جسمش زنانه. بیجاده از شرم نمیدانست سرش را در کجا پنهان کند. اما زن منتظر جواب نشده به کار از این بدتر دست زد. امر کرد که بیجادما لباسش را بکشد. چون دختر تأخیر نمود، خود در یک نفس او را لچ مادرزاد کرد و از دستش گرفته به حجره دیگری درآورد که گرمابه بوده است. در اینجا هم دو جوان زن بدون آنکه گپ زنند به شستشوی دختر پرداختند. زنی مردمانند گفت: نامش بیجادما، سر و تنش را پاکیزه شسته لباس بهترین بپوشانید، جنده های خودش را به گلخی دهید که بسوزاند. زن مرد رفت. از آب گرم و خار و مال گوارا بدن بیجادما راحت کرد. در این مدت بیجادما چند بار پرسید که آنها به چه مقصد چنین مهربانی را به او روا می‌بینند. اما از سنگ صدا بود و از آنها نه. بالاخره شستشو انجام یافت و کنیزکان او را در چادر سفید نرم پیچانده به حجره بردند که صندوق بسیار داشت. چند صندوق را گشاده کافتند و عاقبت پیراهن و پاجامه موافق انتخاب نمودند. سپس بدنش را با روغن خوشبوی مسح نمودند و لباس نو پوشاندند. بیجادما به بازی چرخ فلک حیران ماند. هیچ فهمیدن نمیتوانست که برای چی پس از عذاب و تحقیر بسیار باز اینقدر لطف و مهربانی را به او روا میبینند. شاید شاه از ناعادلانه به زندان پرتافتنم پشیمان شده باشد و اکنون میخواهد با نیکی از دلم برآرد. و پرسش های بیشمار درونش پاسخ میداد دختر. غلبه ای را که میخواست به دست آورد اکنون رو به انصاف و عدالت آوردنی است. این اثنا باز همان زن مردمانند یا مرد زمانند به حجره درآمد. این بار دختر را با چشم خریداری از نظر گذرانده قناعتمند سر جنباند و گفت: تو بیجادما در اختیار من میمانی. در حق شاه عالم پناه دعا کن که تو را به حرم خودش راه داد. دختر خوشبختی بوده ای. آن وقت بیجادما معنای حرم را نمیدانست. او فکر کرد که شاه او را چند روز چون مهمان عزت و اکرام کرده سپس اجازت میدهد که به خانه‌اش برگردد. دختر خانه و درش را پزمان شده بود. میخواست چون پرنده بال برآورد و از یگان طاق این قلعه نیم تاریک وهمانگیز پریده راست بالای بام خانه عزیز پدرش بشیند، از شادی و سرور با همین پیراهن نپ نب خوشرنگ و بویش رقص کند. او تشنه آزادی بود، اما تقدیر برای او در بغل سنگ دیگری داشته است. زن مرد او را به حجره فراخی برد که اساس و پلاس و کرسی و بالشت بسیار داشت. در کنج و کنار آن دو سه زنان و دختران خوش لباس نشسته بودند. با در آمدن زن مرد هم از جا خیستند. نگاه های کنجکاوانه آنها همگی به بیجادما دوخته شدند. زن مرد گفت: حالا برایتان خوراک می‌بیارند. این دختر ابین نوتان بیجادما. و خنده غلیظی کرد و به در رفت. بیجادما از آن که مخلوق او را ابین معرفی نمود از شرم دست و پا خورده در مابین خانه راست ماند. خواهر جان بیا به ما همراه شو. دختر نازک اندامی که موی زیبایش تا بجل پایش می رسید دست او را گرفته به کنج برد و بالای کرپچه شناند و پرسید: تو هم در باجخانه بودی؟ بیجادما به اشاره تصدیق سر جنباند. زنان چون دیدند که ابین نوشان سخت بی‌دماغ است او را به حال خود گذاشتند. در کشاده شد و چند کنیزک بین خانه دستارخوان انداخته آن را با میوه، عسل و نبات، چغز و مغز و کلچه و فطیر پر کردند. برای هر زن در کاسه الهیده گلدار شوربا آوردند. بیجادما 2 روز باز چیزی به دهن نگرفته بود. بنابراین در یک دم شوربا را دم کشید و دست به میوه برد. زن کلانسالی که بروشانی با لحن بیگانه گپ میزد گفت: بیجادما دخترم میوه نخور که شکم پیچ میشوی. حالا نبات چای خوری بهتر. بیجادما
زردآلوی دستش را روی دسترخوان گذاشت. پس از شوربا کباب، پس از کباب آش باقلا آوردند. زن کلانسال نیم کاسه آش باقلا را به بجادماه دراز کرد و گفت این فایده دارد، حتما بخور. بجادماه آش را در یک نفس دم کشید و گفت رحمت خاله جان، سیر شدم. زنان از هر خصوص صحبت میکردند. بجادماه اول به آن اندیشید که ساکنان قلعه وامر چه دستارخوان پرنعمت داشتند. او بار اول میدید که دستارخوان را با میوه و خوراک اینقدر آرا دادن ممکن است. چه حیات با فراغت داشتند این قلعه نشینان. به یگان مهنت و محرومیت تمام اسباب زندگیشان مهیاست. پس از برچیدن دستارخوان بجادماه از آن زن کلانسال که قربانگل نام داشته است در خلوت پرسید خاله، برای چی مرا ابین گفتند؟ زن خنده بلندی کرد و گفت اینجا را حرم میگویند و ما همگی زنان شاه محبت خانیم. تو مگر نمیدانستی؟ بار بجادماه از بام خانه‌اش سرازیر افتاده لت خورده بود. از شنیدن این سخن گویا دوباره از بلندی بام سرازیر گشت. نفسش گره خورد و رنگ رویش پرکید. زن سرش را در کنار گرفت و پشتش را مالید که آرام شود. بجادماه را جگر میسوخت. اکنون درک کرد که برای چی او را در چنین خانه با حشمت جا دادند و سر چنین خانه شاهانه نشاندند. حتی یک دهان رضایتش را نپرسیده به ظالمترین مرد مملکت، آنی که 10-15 سال از او کلانتر بود، به شوهر دادند. دختر با دهشت فکر میکرد که چطور امشب یا شب دیگر او را به بغل شاه منفور میاندازند. با حسرت و ندامت به یاد آورد که چسان دارابشاه به خاطر نرسیدن به عزت نفس او در کنج باغچه‌شان برای خود خانه‌چکی ساخت و هرچند صادقانه دوستش می داشت، باری هم به دستش دست نرساند. کاش امانت خود را به دارابشاه می دادم و آن نصیب این ظالم آدمخوار نمی گردید. برای آنکه آتش سوز و گداز بجادماه پس شود، قربانگل سرگذشت تلخ خود را برایش نقل کردن گرفت. او در بدون نام دهه یزگلام به دنیا آمده است. پدر و مادرش را یاد ندارد. او را بابایش کلان کرده بوده است. درباره والدانش همین قدر می‌داند که آنها به ونج سفر می‌کنند و از آورینگ به دره غلطیده هلاک می‌شوند. وقتی به 12 سالگی می‌رسد، بابای فرتوت برجا مانده‌اش را برای مردن به بابخور میبرند. رسم این قوم چنین بوده است که پیر و کمپیران بیمدار شده را به سبد انداخته به دره دوره که بابخور نام داشته است میبردند. آنها در این دره مرده جسدشان تومه کرگس ها میشده است. همسایه‌ای که بابایش را به بابخور دهشتناک برده بود به دهه برگشته یگانه بز آنها را کشته صرف خیر خدایی میکند. دختر چند مدت با تلبندگی اشکمش را سیر میکند و روز بابای مهربانش را پزمان شده نیت میکند که به نزد او رود. یک صبح تیرما کم نان و تلخان گرفته به طرفی که بابایش را برده بودند به راه میبراید. روزی دراز راه میپیماید، به آبادی نمیرسد. همه جا سنگستان و کوه و بوته و گیاه. آفتاب نشسته اطراف را تاریکی واهمناک زیر میکند. پیخهای بی تکچرم دختر جا جا سوراخ گشته، پاهایش از رسیدن به خیره سنگها زخمدار می شوند. شب را درون کلف می گذراند و روز دیگر باز راهش را دوام می دهد. ولی بابخور را پیدا نکرده چند روز در دره و درچه های به هم مانند بسیار رهگم می زند. از گیره بسیار در چشمش آب نمی ماند. روز براه کلان برآمده گاو و مال بسیاری را می بیند. از ترس نافتادن به چشم چوپان درون مال پنهان شده خیلی می رود که سگ چوپان می بیندش و به او هجوم می کند. همین طریق به دست چوپان ونجی می افتد. چوپان قربانگل را به خانهش می برد و نیت می کند که تیرما بعد از ایلاق فرامدن او را به نکاح پسرش می درآورد. اتفاق چنین می افتد که هنگام برگشتن از ایلاق دسته رهگذر از لشکر شغنان چوپان و پسرش را زده مجروح می سازند و دختر را با چند گاو و مال پیشانداز کرده در روشان به شاه عبدالرحیم خان هدیه می نمایند. عبدالرحیم خان قربانگل را به نکاح خود می درآورد. پس از 2 سال پسران شاه
او را معزول کرده به دیهه بجو بدرقه می کنند. شاه قربانگل را با 2 زن و چند خدمتگار به بجو می برد. پس از گذشتن 2 زمستان شوهرش را به سوچان، 2 زنش را به بحر پنجه می برند و قربانگل را به قلعه وامر می آورند. پس از آن که محبت خان برادرش یوسف علی خان را به فرار مجبور می سازد، یوسف علی خان می خواهد مادرندرش را با خود به بدخشان برد، اما محبت خان ضد می براید. به همین طریق قربانگل سیاه طالع در حرم پسرخواند خود می ماند. دل بیجادما چنان به حال این زن تیره روز سوخت که عذابهای کشیده خودش در نزد مشقتهای او ناچیز نمودند. او به این زن پری بر این سفید پوست خوشندام نیکدل که از 40 سال زیاد نداشت نگاه میکرد و هیچ باورش نمی آمد که زن پادشاه نیز این قدر پرشکسته و اذیت کشیده می شده باشد. در تصورش شاه بانو در قصر با حشمت زندگی کرده 10 غلام و کنیز دارد. هر روز بزم می آراید و مغنیان برای سرود می خوانند و رقاصان در 4 طرفش با 1000 اصول ارغشت می روند. افسوس زن خواه زن شاه باشد خواه زن گدا در همه حال و در همه جا بدبخت می شده است. نیم شب زن مرد آمد و بیجادما را سراسیمه به حضور شاه برد. محبت خان به مناسبت پیروزی مطلق بر برادرش بزم آسمان کف برپا کرده بود. تالار بزرگ قلعه را چندین چراغ پرسوز خوشبوی روشن می ساخت. منصبداران دربار و آقسقالان نوعمل دلخوشی سازنده و نوازندگان مشهور روشان هنرنمایی داشتند. با امر مهتر قلعه شاه دوران آوازدار را هم شستشو داده لباس تازه پوشانده به مجلس آورده بودند. شاه دوران بزم را چنان تفساند که محبت خان سرخوش هم به رقص درآمد و امر داد که زنان و دختران منصبداران یوسف علی خان را به منصبداران تازه تعیین تقدیم نمایند و در پایان بزم به شاه دوران رو آورده گفت: موسفید از من هرچی میخواهی بخواه. شاه دوران در نزدش 2 زانو زد و گفت: شاهم مرا از زندان آزاد کن، دیگر خواهشی ندارم. محبت خان سر پیش انداخت، پیشانه‌اش چین زد: خواهشت را پذیرفتم. شاه نیمغرمه آواز برآورد: ولی به یک شرط. میدانم که پدرم تو را از زن دوست داشته‌ات بی نصیب گرداند. من یک دختر شایسته روشانی را به نکاح تو می درآورم. راضی؟ این پیشنهاد غیر چشم داشت اهل نشست را متحیر ساخت. شاه دوران گرنگ شد، خیلی فکر کرد و جواب داد: شاهم من به چنین مهربانی سزاوار نیستم. نفس آزاد کشم برایم دولت کلان. محبت خان را چنین پاسخ پسند نآمد. از چلیمش پای هم 2 قلاب عمیق گرفته ناراضیانه گفت: هرچی میرسد از دوست نکوست، مگر مرا دوست خود نمیشماری؟ من دختری را که حتی به دامنش دست نرساندم به تو میبخشم و تو به جای آن که سر به زانویم بسایی نفس آزاد میخواهی. شاه دوران فهمید که شاه با این هدیه یا او یا آن دختر را جزا دادنی است، ولی چون وجدانش نمی برداشت به آهنگ هرچی ملایمتر جواب داد: شاهم قریب 40 سال تنهایم، چی بودن زن را فراموش کردم. زن اولین و آخرینم همان بود که از دستش دادم. از 60 گذشتم، دیگر برای زن کارآمد هم نیستم. عجب موسفید مزنگ بوده ای شورید شو. گل به پیران خوش است گفتند. تو نیکی را نمیدانی؟ زن را فراموش کرده باشی به یاد می آوری. قهقهه مستانه اهل بزم بلند شد. شاه دوران سر پیش انداخت و دیگر چیزی نگفت. شاه به مهتر اشاره کرد که دختر را حاضر کنند. زن مرد به جادهما را درون مجلسگاه تیله داد. مهتر از دست دختر گرفته او را میان معرکه برد. نگاه های مست و مخمور از 4 طرف به دختر حمله آوردند. شاه پرسید: نام چیست دختر؟ به جادهما لرزیده و ترسیده نامش را گفت. تو از همین ساعت اعتباراً زن انا همین حافظ نامدار یعنی شاه دوران هستی. فهمیدی؟ دختر از خجالت و حیرت کلق شد. رضایت دختر را نمیپرسند. شاه دوران: از فردا دیر نکرده نکاحش میکنی. نکاح که کردی باز یک شرط دارم. اگر با دختر خفت و خیز نکنی سر هر دویتان رو از تن جدا میکنم. و فریاد کشید. همتون به این حرفم با دقت گوش دید. کسی با زنی که به او میدهم خفت و خیز نکند کله او و زنش رو میبرم.
هر کی گپ مرا نفهمیده باشد یک قدم پیش گذارد. خاموشی گران تالار را فرا گرفت. شاه قدم زنان حاضران را یک یک از نظر گذرانده جانب در اشاره کرد و بانگ زد. اکنون مانید که کمی استراحت کنم. شادوران غیژک را درون جل انداخته پیش بیجادما آمد. بدماغ و تیره رو دستش را گرفته جانب در برد. مهتر در دفتر یادداشت میکرد و غلامان زنان بخت برگشته را از حرم برآورده به دست شوهران نوشان می سپردند. در کوچه اشرتی آب نرم رود پیکر منظرشاه را راحت بخشید. او کلغوطه زده تا بنش رسید و چشمانش را باز کرد. ریگ، سنگ، لای، حتی ماهی ها هم همه کبود می تافتند. دقیقه به تماشای سیله ماهی در گریز استاد و بعد به بالا شتافت. سرش را تکاند و نفس عمیق گرفت و جانب ساحل دست و پا زد. آخر ماه اخوجین روزها آنقدر گرم نباشند هم سردی آب شکسته بود. آب دمیده کوکچه هنوز تیره نمیتافت. منظرشاه در لب رود کمی قواید کرد. کمانگیر یک ته و شلوار او را از بالای خرسنگ برداشته آمد. قبادخان حالا هم نیست؟ پرسید منظرشاه. پیدا نیست کو صاحب. اختخانه را تازه کردید؟ 5 نفر را به این کار موکل کردم. دیگران لباس میشویند. دیروز نآمد. اگر امروز هم نآید از شاه گپ میشنوم. گفت با تشویش منظرشاه. چی کنیم؟ کمانگیر پشت سر خارید. منظرشاه لباس پوشید، پایتابه هایش را با دقت پیچانده موزه به پا کرد و امر داد. هندوار اگر آمدن میخواست حالا میرسید. یا خر به پیش بار یا بار به پیش خر گفتند. مجبوریم که ما به سراغش برویم. منظرشاه و کمانگیر به باشگاه رفتند. این قلعه کهنه را شاه فیض‌آباد جهانگیرشاه به اختیار سپاه یوسف علی خان گذاشت. آن در قسمت جنوب و شرقی شهر فیض‌آباد واقع گشته مکان آرام و خلوتی بود. یوسف علی خان و اهل خانواده او در مرکز شهر در کوشک با حشمت زندگی می‌کردند. پس از آنکه یوسف علی خان در روشان از برادرش محبت خان شکست خورد و در قلعه وامر در محاصره ماند، خواهرش زن شاه فیض‌آباد از کشمکش‌های ننگین برادرانش خبر یافته پسرش سلیمان را برای آشتی دادن آنها بر روشان فرستاد. وی پس از دواغیج زیاد بین تقاهایش یوسف علی خان را راضی نمود که به فیض‌آباد کوچ بندد. منظرشاه به نوکران سپارش ها داد و خود همراه کمانگیر سوار شده به سراغ قبادخان رفتند. آنها به مرکز شهر نرسیده به تنگکوچه سیرغوغای پر از گدا و قلندر در آمدند. کمانگیر حیران بود که برای چی سپهسالار شاهزاده را در محله بینوایان می جوید. آنها در آخر کوچه به چپ تاب خورده نزد دروازه 2 قبته سیاه بلند ایستادند. منظرشاه زنجیر به دروازه کوفت. جوانمرد قاقینه کوسه سر بیرون کرد و پرسید: چی لازم دارید؟ من سپهدار شاهم. کاکا اشرتی را بگو زود به در آید. جوان سر جنباند و غیب زد. منظرشاه و کمانگیر پیاده شدند. حالا با فاسق‌ترین مردم فیض‌آباد شناس می‌شوی، گفت منظرشاه و با کراهت به دیوار توف کرد. کمانگیر چیزی نفهمید اما پرسیدن را هم عیب دانست. به زودی در پشت دروازه کسی پیدا شد و آواز داد: درآیید. منظرشاه و کمانگیر به حولی در آمدند. مردی خانفربه میان قد اشکم کلان که جامه کبود گلدوزی و سله بنفش شلغم شکل بر سر داشت آنها را با تواضع پیشواز گرفت. اوه السلام، بفرمایید، قدمتان بالای دیده، تصدق، بنده نوکر شما. مردک دست دراز کرد ولی منظرشاه دست نداده پرسید: ولی عهد همینجاست؟ بله بله کاکا منظر، صاحب شب آمده بود، استراحت دارد. منظرشاه رو ترش کرد و آمیرانه گفت: بیدارش کن، بگو زود برآید. مرد تعظیم کنان قفاناکی به خانه در آمد. اشرتی بزمیش همین لعنتی است، شرح داد منظرشاه، سرمایه‌دار نامدار فیض‌آباد. میدانی درآمدش از کجاست؟ کمانگیر با اشاره انکار سر جنباند. از آواره‌گردان و گدایان شهر هر روز خراج میگیرد. غیر از این چند فاحشه خانه دارد. زنان بیراهه و پسران لوطی را
به خدمت لعنت کردگان خدا میگذارد. کمانگیر گریبان داشت. او در حیاتش بار اول میشنید که در مملکت مسلمان آباد به چنین عمل ناروا دست میزنند. میر، ما کی را انتظاریم؟ پرسید کمانگیر. قباد خان را. شاهزاده قباد خان را؟ به گوشش باور نکرده پرسید کمانگیر. بله، خودی خودش. چند ماه باز پنهانی به اینجا آمده عیش و عشرت میکند. 2 هفته قبل از پسش آدم مانده این سرش را آشکار کردم. انا همین خیل شاهزاده داریم. پس از 4 ساعت انتظاری اول عشرتی، از پسش قباد خان از خانه به در آمدند. منظرشاه و کمانگیر به شاهزاده سلام دادند. او خواب‌آلود و رنگ پریده میتافت. دست منظرشاه را پس از واخورده در دستش نگاه داشت و عذرخواهانه گفت: ها خیلی انسان خوب استی منظر، برادرم استی. راستی تو نباشی به من کسی نمی رسد. و امر کرد: عشرتی اسبم را بیار. عشرتی به چشم گفته به سیزخانه دوید. منظرشاه به قباد خان گفت: راستی این کارت به من نمیفورد شاهزاده. یگان روز بلای به سرت آید به شاه چی جواب میدهم؟ یگان خیل جواب نده. پاسخ داد قباد خان و کمانگیر مست بودن شاهزاده را اکنون درک کرد. جواب من میدهم. براستی تو انسان خوب استی منظر، لیکن آخر بغیر از جنگ و جنجال این هم در کار؟ شاهزاده خنده پستی کرد و کمانگیر را نشان داده پرسید: این کیست؟ این دهه من کمانگیر وامری. پروا نکن، جوانمرد زنهاردار است. قباد خان سرش را نامفهوم جنباند و گفت: خیر خودت بهتر میدانی. با آتش فقط آتشخواران بازی کرده میتوانند. مطمئن باشد خیلی خوب. عشرتی اسب قباد خان را آورد. منظرشاه اول قباد خان را سوار کرد و چون باور حاصل نمود که شاه بچه روی زین استوار است، خود نیز سوار شد و پیش قباد خان به راه درآمد. کمانگیر از قفای آنها اسب راند. منظرشاه را رفتار سبک مغزانه شاهزاده مشوش ساخته بود. یوسف علی خان از بین پسرانش محض قباد خان را ولیعهد خود دیدن می‌خواهد، اما او به جای مشق میدانداری و فرمانروایی به عیش و عشرت رو آورده است. با این خیل ولیعهد تقدیر شغلان چه می‌شده باشد؟ سوال می‌داد به خود منظرشاه. برای ما شاهی لازم که در اندیشه فقرا باشد، نه در پی هوا و هوس. وقتی به باشگاه رسیدند، خورشید به قیام آمده بود. شاهزاده خوراک خواست. منظرشاه با او سر دستارخوان نشست. قباد خان با اشتها به خوردن بره کباب و کبک شوربا دست زد. منظرشاه دهان به نصیحت گشادن خواست، ولی چشمان خمار شاهزاده او را از رایش برگرداندند. قباد خان 15 سال داشت. جوان بود، بلند قامت، تنگ چشم، گندمگون، پست پیشانی، کوتاه ابرو. بینی بلند و لبان نازک به منح پهن و دهان کلانش نامتناسب افتاده بودند. موی سر نمی تراشید. وقتی از کتفانش می گذشت می برید. در چهرهش هنوز آثار از ریش نداشت. منظرشاه در وجود قباد خان صلابت مردانگی نمی دید. از این رو دلتنگ می شد. در کنج دلش از شاه شغلان شدن چنین شخص آر می کرد. ولی چی علاج؟ رای یوسف علی خان را کسی دیگر کردن نمی توانست. قباد خان نام بابای شاه را داشت و شاه بسیار می خواست که هم نام بابایش پس از او فرمان فرمای شغلان باشد. پس از صرف طعام شاهزاده گفت: میر، میدانم دلت به مشق و قواعد کشال است، لیکن من ذره میل ندارم. در قوش زینم درون خلطه شراب دارم. دلم رفع خمار میخواهد. شاهزاده بارها در نزد او شراب خورده باشد هم منظرشاه خواست از این نیتش باز دارد. دوستم، تو به جان جوانت اینقدر جبر میکنی. فردا شاه هنرت را بسنجد، من چی جواب میدهم؟ پرسید منظرشاه. شاهزاده به لوله باریش تکیه کرده پوزخندی زد و پاسخ داد: میر، با کلانم پهلوان جهانگیر داشت، همنامم محمد عظیم. پدرم منظرشاه دارد. سپهسالار من هم تو خواهی بود. تمام و سلام. یا تو با من نیستی؟ منظرشاه دانست که بحث سودی ندارد. گردن فراورد. البته شاه هم البته، گفت منظرشاه و برخاست و برای آوردن شراب به اختخانه رفت. وقتی برگشت، قباد خان در جای نشستش خوراک میکشید. منظرشاه کوزچه شراب را به دستارخوان گذاشت و خود بیرون برآمد. گپ آخرین شاهزاده سپهسالار را مشوش ساخت. دلش به یاد روشان عزیزش، به یاد بیبی انار دلبندش، به یاد مهترشاه نازنینش گم زد. او کمربندش را ترنگ کشید،
دسته شمشیرش را پلماسید و نیمشنوا گفت روزی قصاص هم می رسد، کسی امان نخواهد یافت، نه محبت خان، نه بولتا، نه کسی دیگر. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار 11. برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.